بله دوستان عزیز، در ادامه برنامه گلبانگ با شما هستیم. سپاسمند شما هستم که تا این دم بیننده برنامه خودتان برنامه گلبانگ بودین. همچنان باید سپاسگزاری بکنم از همکار خیلی خوبم نظیمه جان که بخش برنامه را که بخش همروز بود خدمت شما تقدیم کرد. امیدوار هستم که از داشته های بخش برنامه نظیمه جان مستفید شده باشین. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه من همچنان مهماندار هستم و خوشبختانه دکتر صاحب محمد ادریس امیری با ما در برنامه هستند. قرار است دوستان عزیز صحبت داشته باشیم در مورد به سکته مغزی و میریم و صحبت ها رو باشون آغاز میکنیم. دکتر صاحب سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدین باز هم به برنامه. به نام یاد خدا، سلام و صبح بخیر خدمت شما بیننده های عزیز، همکاران نهایت گرامی. خدا کنه یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشید و از صحتمندی کامل برخوردار باشید. قربان شما سلامت باشین. شما صبح را چگونه آغاز کردین دکتر صاحب؟ تشکر، زنده باشی. صبح مثل متواتر روز با ورزش و صحتمندی کامل. امی صبح دکترها چگونه آغاز میشه؟ صبح دکترها اکثریتش با ورزش است. با ورزش است؟ چون حداقل یک شخص باید در طول روز یا از طرف صبح با 5 دقیقه و هم اگر وقت داشته باشه در 15 دقیقه باید به ورزش آغاز کنه. بله. دکتر صاحب بیاین پرسش اول از شما میپرسیم که سکته مغزی چی هست و چگونه اتفاق میفته؟ سکته مغزی یا استروک که اکثریت سوالای هموطنان عزیز ما همی است که سکته مغزی یا استروک چی است. سکته مغزی اختلال در جریان خونرسانی، قطع شدن خون در خود قسمت مغز و یا هم در قسمت نیمکره مغز و یا هم در جمجمه از باعث پارگی باشه و یا هم از باعث لختگی خون باشه ایجاد میشه. در کل گفته میتونیم وقتی که جریان خون به مغز درست نمیرسه و اکسیژن کافی به مغز درست نمیرسه سکته مغزی ایجاد میکنه. بله دکتر صاحب، حالا میایم روی انواع سکته مغزی. اگر سکته مغزی انواع داره میشه که روی انواعش هم اشاره داشته باشین که سکته مغزی به چند نوع هست؟ اکثریت هموطنان عزیز ما بعض سوالا پیشان خلق میشه، میگه که یک دوست ما طرف چپش فلج شده تا آخر رمی قسم مانده و یا هم طرف راست ما، که اصل منبع از سکته مغزی دو قسم می باشه. یک سکته مغزی اسکمیک یا TIA برش میگیم که سکته مغزی گذرا می باشه که در حدود 80% مردم مبتلا می سازه. این سکته مغزی در قسمتی که رخ میده و یا هم در حالاتی که به مریض رخ میده یک سکته مغزی گذرا می باشه که اکثریت مریضا را مبتلا میکنه. دومش سکته مغزی هموراژیک می باشه. سکته مغزی اسکمیک یا TIA یا گذرا چرا به یک مریض رخ میده؟ از باعث بندش لخته شدن خود خون که به نام ترومبوز برش میگن، لخته شدن در خود مویرک های قسمت عصب و یا هم مغز ایجاد میکنه. اما هموراژیک است از باعث پاره شدن و یا هم از باعث از اینکه رگ ها پاره میشه، خونریزی ایجاد. هموراژیک خودش خونریزی میگه. وقتی که رگ ها پاره میشه بین مغز و جمجمه خونریزی ایجاد میکنه. امی خونریزی در کل گفته میتونیم اردو سکته مغزی از باعث قطع جریان خونریزی و نرسیدن مواد مغذی به خود مغز و یا هم به خود عصب ایجاد میشه. بله دکتر صاحب، مطمئنن که هر بیماری علائم می داشته باشه. حالا پرسش خلق میشه که علائم بیماری سکته مغزی چه هست؟ علائم بیماری سکته مغزی دو علائم داره. بله. یکی علائم قابل برگشت است و یکی هم علائم قابل برگشت نیست. ده علائم قابل برگشتش که اکثریت مریضا کنترل سطح هوشیاری را دست میده، یعنی حالت کانفیوز حالت را برش ایجاد میکنه که حافظه خود را دست میده. این علائم قابل برگشت است که موقتی می باشه. دومش ادراک، در فهم ادراکش تغییرات میاد، در قسمت دوبینی می باشه یا در قسمت دید چشم مشکل ایجاد میکنه. حرکات دستا بی‌حس میشه، قسمت دست باشه پای باشه بی‌حس میکنه. بی‌حس میشه یا حرکات غیر نرمال از خود حرکات غیر نرمال در قسمت غیر قابل برگشتش ایجاد میکنه. اما گزس و یا هم خواب بردگی به اصطلاح هم برش بگویم، این قسم یک مشکل به مریض ایجاد میکنه، پایا بی‌حس میشه، حالت شعورش مکمل از بین میره. اما در علائم غیر قابل برگشت مریض در حالت میره که سطح هوشیاری خود مکمل از دست میته و دستا حالت تشنج اختلاج برش ایجاد میکنه یا از یک قسمت مکمل فلج میشه و یا هم از یک قسمت اگر فلج شود، به طور مثال اگر از طرف راست فلج شود حدود 6 ماه الی 1 سال در بر میگیره تا پس مریض به حالت عادی بیاد. اما اگر از طرف چپ مریض سکته مغزی کنه که ارگانهای حیاتی قلب، کلیه در این قسمت موقعیت داره،
سبب از این میشه که تا مدام العمر باشه و اگر در صورتی که سکته مغزی را کمک‌های اولیه طبی را و یا هم اقدامات اولیه طبی را اگر برش نرسانیم و هم آن وقت به مرکزی و هم شفاخانه نرسانیم سبب مرگ مریض میشه. در بعض موارد حتی مریض برش علائم پیش میکنه، مریض میگه که باش تا علائمش از وجود ما گم شه بعد از باز پیش دکتر میریم. نه، یک توصیه که به هموطنان عزیز دارم اگر از این گونه علائم در وجودتان دیده میشه و یا هم علائمی که از سکته مغزی که ذکر کردیم در وجودتان دیده میشه آن دفعتا پیش دکتر بره، چون باعث از این میشه که سکته مغزی یک حالت را برش ایجاد میکنه که وقت نمیته. با مردن یا با نرسیدن خون به اکسیژن در قسمت دماغ در ظرف چند دقیقه خود سیستم عصب مرکزی به کلی خود فلج میسازه، خون رسانی درست نمیشه. قسمی که در برنامه گذشته یادآور شدیم که غذای مغز و هم گلوکوز که در بدن اخذ میشه و یا هم انرژی را که مغز میگیره از طریق گلوکوز و یا هم امی بوره است. غذایی که مغز میتونه دریافت کنه ازش انرژی تولید کنه امی گلوکوز و یا هم بوره می باشه که سبب تولید انرژی در خود مغز میشه، جریان خون رسانی و یا هم اکسیژن را در بدن تامین میکنه. بله دکتر صاحب، سکته مغزی باعث مرگ میشه؟ 100% در قسمت دومش که هموراژیک می باشه اگر رسیدگی نشه خونریزی داخل مکمل ساحه را کور کنه، خود پرده که بین عصب و یا پرده مننج برش میگیم اگر دو قسمت انتشار کنه و سبب از این شوه که مریض حالت شورش مکملا از بین ببره سبب مرگ طبعا میشه، چون گفتیم که خونریزی ایجاد میکنه. وقتی خونریزی ایجاد کرد جریان خون رسانی قطع میشه، هوا داخل سیستم دوران خون میشه. بله دکتر صاحب، یک پرسشی که در ذهن من همچنان است و مطمئن هستم که در ذهن همه هست این است که به طور مثال من خودم شنیدم میگن که وقتی که حمام میکنی در جریان حمام کردن و به یک بارگی بالای خود یا بالای سر خود او سرد را مندازی و این باعث میشه که سکته مغزی در بدنت ظاهر شود. چقدر گپ صحت داره دکتر صاحب؟ یک موضوع خوب را اشاره کردین که اکثریت هموطنان عزیز ما امی مشکل دارن. در بعض مریضا پیش میکنه چون خون که است داغ و یا هم گرم می باشه و جریان خون رسانی سریع می باشه، در صورتی که آب سرد باشه و در زمستان باشه این مشکل پیش میکنه، اما در صورتی که آب گرم باشه و یا هم تابستان باشه آب معتدل باشه مشکل ایجاد نمیکنه. اما خوبتر بهترش است که در قسمت سر و یا هم در مکمل قسمت سر آب نریزیم، چون باعث از این میشه که لختگی خون ایجاد کنه. لختگی خون وقتی که ایجاد کرد که نمی سکته مغزی به مریض پیش میکنه. یعنی گپ صحت داره؟ صحت داره. بله دکتر صاحب، در مورد از این صحبت بکنیم که کدام طبقه از افراد با سکته مغزی سر دچار میشه و یا هم سکته مغزی نزدش پیدا میشه؟ افرادی که ضرورت برازی و یا هم افرادی که سر دچار به سکته مغزی میشن در افغانستان کیسای سکته مغزی بالعموم در حال افزایش است، چون به خاطر از اینکه مردم ما سبک زندگی سالم ندارن و هم غذای سالم استفاده دارن. به طور مثال کسایی که هایپرتنشن داره یا فشار خون بلند داره، وزن اضافه، کسایی که دیابت یا شکر داره، کسایی که زیاتر در معرض تشویش دپرشن قرار داره، کسایی زیاتر که در معرض آفتاب قرار میگیره، مریضایی هستند که در یک وعده غذایی خود از غذای پرچرب استفاده میکنن و غذای را اخذ میکنن که چربی و شحمیاتشان زیاد است، نباید این کار کنن. اکثریت مریضا را که سکته قلبی میتونه که سبب از این شود که مریض سکته مغزی ایجاد کنه. در زیاتر کیسا، زیاتر کتابایی که ذکر کردین، زیاتر عواملش این است که مریض فشار بلند خون، چاقی و سکته قلبی. دکتر صاحب، نزد اطفال هم به وجود میاد سکته مغزی؟ بله، در نزد اطفال هم به وجود میاد، اما در نزد اطفال ندرتا کمتر است. سلامت باشین. تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین. در اخیر پیامتون هم داشته باشین. پیام ما به هموطنان عزیزی است که هر گونه مشکلی که پیش میکنه و یا هم هر گونه مشکل در بخش سیمی داشته باشین باید آن دفعتا به دکتر برسانیم، چون فضا گرم است یا هوا گرم می باشه یا در قسمت جای کار ما می باشه همون وسایل کمک های بلند طبی پیش ما موجود نه باشه و آن دفعتا باید به شفاخانه و هم به مرکز صحی. و یک نکته آخر در قسمت تشخیص سکته مغزی اشاره کنم که تشخیص سکته مغزی شکر خدا در افغانستان میشه توسط سیتی اسکن، ام آر آی گرفته میشه و در بهترین دکتر صاحبا بهترین شفاخانه مراجعه کنن ان شاء الله که مشکلشان. سلامت باشین. تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین. قربان شما. هموطنان عزیز